طولی چند روز است که در شهر ترسونزاده بحر سالمی جامعه و پیشگیری کسری سرایتی کرونا ویروس که امروزها تمام جهان را فرا گرفته است، کارهای فهماندهی و دیزینفکسیونی در کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی گذرانیده می شود. در تشکیل و گذراندن چاره‌بینی‌های تبلیغاتی و تشویقاتی از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و دکتران سیرتشناسی بیمارخانه مرکزی شهر، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی، بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و گردشدنی در شهر ترسونزاده با حاضرین درباره بی‌ضررگردانی و پیشگیری بیماری سرایتی کرونا ویروس که امروزها تمام جهان را به تشویش آورده است، مصلحت‌های مفید داده شد. گروه‌های کاری جهت بلند برداشتن سطح معلومات‌ناکی اهالی وابسته به پیشگیری بیماری کرونا ویروس، صحبت و کارهای فهماندهی و رساندن توصیه‌های متخصصان برای محافظت از این بیماری با اصول خانه به خانه جریان دارد. در این زمینه اعضای گروه کاری از ساکنان دعوت به عمل آوردند که وابسته به شرایط حساس و تشویش آور که قریب در تمام کشورهای جهان آدمان با مشکلات ویروس کووید 19 روبرو گردیدند و هزاران نفر دیگر از این درد فوتیدند، باید مسئولیت بلند شهروندی نشان داده، قاعده‌های گیگین شخصی را حتما رعایت نموده تازگی منزل و محیط زیست را تامین نمایند. در دوام کارهای فرماندهی اینچنین تاکید کرده شد که با مقصد تامین امنیت عضوقواری هر یک ساکنان شهر را میباید زمین‌های نزد حولگی، پرزیدنتی، خواجگی‌های یاریرسان و جمع‌آوری را عاقلانه استفاده برده جهت گرفتن دوسه حاصل محصولات کشاورزی کوشش به خرج داده شود. طبق نقشه در همه حدودهای مأموری شخصان مسئول با وضع منزل‌های استقامتی، بنگاه‌های طبی، مرکزهای سلامتی، بیمارخانه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی شناس شده در حدود شهر معرکه بی‌ضررگردانی پرزور کرده شد. جهت کارهای تبلیغاتی دانشجویان کالج و لیسی‌ها و والنتیران جوان نیز فعالانه شرکت ورزیده زیر اکسیای خود و اهل عائلت را از بیماری‌های سرایتی حمایت نما بیش از 34500 ورقه‌های توصیوی را به ساکنان تقسیم نمودند. چنین صحبت و واخوری‌ها اینچنین در تمام دهه‌های جماعت‌های دهاتی شهر ترسونزاده ادامه دارد.